خب بدون مقدمه چینی، همونطور که قول دادم بک تستا دوباره شروع شد، قسمت 4 و همچنان میخوایم بریم چارت رو بشکافیم، الگوریتم رو بفهمیم و کلی از این چیزا. میخوایم قشنگ تست کنیم. دوباره برگشتیم سر تست استراتژی لیتمون و ببینیم چی میشه دیگه. فقط تأکید کنم دوستان، پیش نیاز حرفه‌ای‌تر این ویدیو و ویدیوهای بعد این که بک تست هستش پلیلیست تکنیکاله. اون 7 ویدیویی که من گرفتم جدا از اون این منتورشیپی که داریم پیش میبریمش. پس اگه سوالی براتون پیش اومد دیگه باید اونو دیده باشی. من آموزش‌های بیشتر و نکته‌های حرفه‌ای‌تر رو اونجا گفتم، به خاطر همونم اول اونو تکمیل کردم، بعد اومدم بک تستا رو ادامه دادم. توی تلگرامم گفتم. اما خب نمیخوام زیاد حرف بزنم اوله، چون خودش ویدیو بک تست کلی قرار طولانی بشه. پس با حوصله ببینید. منم واقعا گرمه الان دارم ضبط میکنم، مگه اینکه لابلاش دیگه یه لیوان آبی بخورم. خب دوستان، روی اونس جهانی طلا هستیم. امروز قرار نیست استایل محور کار کنیم. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام براتون اسکلپ کنم، نمیخوام سوینگ ترید کنم براتون. هدف و چیزی که شما باید ببینید اینه که میخوام الگوریتم رو نشونتون بدم. خب این که چجوری نقدینگی کار میکنه. یعنی هر چیزی که مارکت طبق اون تایم فریمی که به من گفت من اونو میگیرم، بدون اینکه بگم آقا من اسکلپرم، نه بس ریواردو کم میکنم، نه اینکه بگم من سوینگ تریدرم ریواردو کامل میذارم. میخوام صرفا الگوریتم رو شما آشنا بشید باش، نقدینگی رو دیگه قشنگ بفهمید. و خب بریم سراغش. تایم فریمی که من در نظر گرفتم، تایم فریم بالامون 1 ساعت است. خب یعنی تایم فریم تحلیلمون. تایم فریم ورودمون ورود که نه، ولی تایم فریم پایینم 15 دقیقه است. تایم فریم ورود گفتم بهتون بهینه ترین تایم فریم برای ورود، برای گرفتن ریوارد های بالای لیت تایم فریم 1 دقیقه است. چه میکشیدم این تایم فریم 1 دقیقه است و ورودا و انتری اپروچ هم من قراره تو 1 دقیقه بگیرم. هرچند تایم فریم پایینمون و ساختار شناسی و تاییدمون دیگه 15 دقیقه است، چون تایم فریم پایین 1 ساعته، یعنی هایر تایم فریممونه. و خب این چیزی بود که مقدمه بود که اول چیدیم. بریم مستقیم سر این که چیکار کنیم. آقا ببینید، الان من به جای اینکه این نکته خوبی الان بگم، به جای اینکه برم بایاس دیلی رو، کندلستیک دیلی رو بیام بررسی کنم، میام یه چیز دیگه یادتون میدم. هرچند میتونی هر دوشون رو استفاده کنی یا هر شیوهی که خودت دوست داری، ولی چیزی که الان میخوام یادتون بدم اینه، به جای اینکه بیام کندلستیک دیلی رو بیام بررسی کنم برای بایاس گیری، میام آقا تایم فریم 4 ساعته رو بررسی میکنم. خب تایم فریم 4 ساعته رنج رو مشخص میکنم که این بایاس رو داشته باشم. آقا توی ابعاد بزرگتر، اینو دیگه گفتم، هایر تایم فریم کینگ که چه عرض کنم، لیدی علنا مقدمه. یعنی قبل این که شما بری تایم فریم های پایین و ازشون بایاس بگیری، باید از تایم فریم بالا بیای پایین. توی تحلیلت ما فرکتالیتی داریم، از بالا میایم به پایین. خب میایم توی جزء به جزء کندلوریزم میشیم. و خب من برای اینکه بایاس رو داشته باشم، بهتر بفهمم روز یا کلاً این مدت، این بازه زمانی معاملاتی قراره به کجا بره، میام و رنج تایم فریم 4 ساعته رو مشخص میکنم. و خب بریم ببینیم چجوری مشخص میشه دیگه. اینم بگم البته، ببین دوستان، قرار نیست من بیام پایه ترین نکته ها، مبتدی ترین نکته های لیتو بیام باز توضیح بدم، چون ببینید دیگه واقعا خیلی فله. ببخشید اینجوری حرف میزنم ولی واقعا خیلی فله. من اومدم کلی
ویدیو گرفتم، کلی اون قضیه رو بازتدریس کردم، کلی اومدم آقا 7 ویدیو تکنیکال من ساختم که دیگه بقیه‌اشو بهتر متوجه بشین. باز 3 ویدیو بک تست داشتیم، باز الان بازم بک تسته. دیگه شما چه منبع دیگه‌ای کار کردی خارج از این چنل، چه داخل این چنل یاد گرفتی، دیگه باید این قضایا رو بدونی. قرار نیست من بیام یه سری چیزای ساده رو و مبتدی و باز ادامه بدم و ویدیو بشه 2 ساعت 3 ساعت. خب یک سری جزئیات ریز هستن دیگه، واقعا نمیشه من اونا رو توضیح بدم. مثلا یکیش همینه QM چجوری مثلا تاییدش رو بگیریم. خب من 2000 بار شاید بگم تو این چنل گفتم. خب پس دیگه شما یه ذره اگه یادتون نمیاد یه مروری داشته باشیم مطالب رو، چون قرار نیست دیگه طولانی کنیم به خاطر چیزای جزئی. و خب بریم ببینیم کدوم رنج آقا. 4 ساعته هستیم، این رنجه به نظرتون؟ خب کاری به این ندارم تایید این که رنج چیه، این خودش بله یه رنجه، ولی خب رنج اشل پایین تره. چه چیزی گفتم. خب این رنج اشل پایین تره. خب یعنی چی؟ تایم فریم 4 ساعت است دوستان. یعنی این حد استانداردش، تایم فریم 4 ساعت است، یعنی این خیلی داخلیه. این داخل قشنگ معلومه تو 4 ساعته ما اینو ببینیم داخل یه ساختار دیگه است. حالا اینجا نیست، اینجا یه اکیومولیشنی داریم، اینه. خب این تو تایم فریم های پایینتر بله یه رنجه. و اینم خدمتتون عرض کنم که اندازه اینو کوچیک‌تر کنم، این که شما میبینید ساب رنج این یکیه، یعنی یه رنج زیر ساختار رنج بزرگترشه، یه رنج داخلی اینترناله. خب اینا رو حرفشو زدیم. و خب دیگه گفتم نمیرم QM کف QM سقف و فلان و چجوری تشکیل میشه BOS از پایین بالا، اینا دیگه واقعا مبتدی ترین اجزای لیتن که شما باید بدونید تا اینکه بیای بک تست رو اصلا نگاه کنی. پس من مشخص میکنم، هرچند مشخص هم نیاز نداره ولی خب طبق این که داریم بک تست میگیریم باید باشه. خب دوستان ما QM کف رو مشخص کردیم، پایین و نقدینگی رو جمع کرده چون به سمت بالا داریم میره و چنج آف کاراکترش رو انجام داده. اینجا دقت کنیم BOS و چنج آف کاراکتر هرچند اینجا میشه، ولی خب ما اینو در نظر گرفتیم، این آخرین BOS با بدنه ازش رد شده یکم و خب اینجا این کفی که منجر به این سقف شده، یعنی سقفی که منجر به این کف شده، این چنج آف کاراکتر شده و خب اینجا یک کف قوی داریم. اینم بگم بنفشا که مشخص میکنم مال 4 ساعت هست، یعنی رنجای 4 ساعت بنفشن دیگه، قاطی نکنین، رنگاشون هم جدا میذارم. QM اولمون دوستان، QM اول یعنی چی؟ یعنی رنج به احتمال زیاد بولیشه. خب این همینجا مشخصه که ما قراره یک QM سقفم داشته باشیم که اینجا میره بالا، اینجا یک QM سقف داریم که رنجمون یعنی کاملا بولیشه. آخرین BOS کدومه؟ اینجاست. ببخشید دیگه این خطا رو کج میکشم دیگه، زیاد خیلی حوصله سر بره. کفی که اینو شکسته کدومه؟ ایناها. کجا شکسته؟ ببینید اینجا با بدنه ازش رد شده که هرچند من اینجا رو در نظر میگیرم شکستش. در نهایت این ناحیه کلا چنج آف کاراکتر شد. خب اینجا و یه خطم بذارم مشخص بشه اکسترنال اینترنالمون کدومه اصلا. دیگه متنینا روش نمی نویسم که وقتمون گرفته نشه. پس ما بایاس رو از تایم فریم بالاتر یعنی 4 ساعته داریم آقا، یک رنج کاملا بولیش داریم که به احتمال زیاد قراره از این سمت بشکنه
خب و اما تایم فریم اصلیمون 4 ساعته نیست. ما اومدیم بایاسگیری کردیم، اصلا اومدیم رنج رو مشخص کردیم ببینیم آقا تو بعد زمانی 4 ساعته ما کجای بازار هستیم، قرار به کجا بره، پیش زمینه ای داشته باشیم. و خب بریم تایم فریم اصل کار چه بود؟ تایم فریم 1 ساعت. و خب رنج 1 ساعته رو پیدا کنیم. اینجا گفتم یه اکیومولیشن زیاد نمیشه بهش استناد کرد، ولی خب اینجا ما یک چیز ترتمیز داریم و آخرین رنجمون هم هست. خیلی مهمه آخرین رنج، بازه قیمتی که توش الان قرار داره بازار، تو بعد زمانی 1 ساعته، تو تایم فریم 1 ساعته. خب و کفترین ناحیه‌اش کدوم؟ اینجاست دقیقا. دیگه خودتون بلدی. واقعا خیلی عصبی میکنه این قضیه. یه ذره هم آب بخورم. خب ببین دوستان، ما اینجا شکست به سمت پایینش رو داریم، اینجا هم از بالا شکست. دیگه من اینا رو نمیکشم وقتمون گرفته نشه. خب این رنج 1 ساعت هست. با چه رنگی مشخص کنیم؟ قرمز خوبه. این رنج 1 ساعت هست. یه خطی هم داشته باشه، درست کشیدم خط رو یه ذره پایین تر اینجوری. خب بالا هم همینطور. اینجا یه شکستی داشتیم، چنج آف کاراکتر داشتیم. یه لحظه من زوم بشم داخلش ببینم چه شده. خب اینجا یه شکست، اینجا هنوز نشکست. و خب ببینیم دیگه چی میشه. اینجا بازار رو پلی میکنیم ببینیم میشکنی یا نه، تغییراتش رو اعمال میکنیم. و من اینجا رو فعلا احتمال بالا رنج در نظر میگیرم، چون اینجا اصلا یک حرکت خوب و جنبشی داشته و ممکنه، خیلی ممکنه اینم بزنه، اینم بشکنه. خب پس اینم فعلا مارک میکنم. اگه به سمت بالا شکست باز دیگه من دیدم و انتقال میدم به ساختارهای بعدی. ولی خب الان من انتظار دارم این ناحیه رو بزنه بشکنه یا حتی شکسته. ببینید گفتم تو تایم فریم 1 ساعته الان این نکته هم عرض کنم خدمتتون، خیلی مهم میخواستم بگمش با وجود اینکه قبلا نگفتم. ببینید هر QM، خب اینو تو دفترتون یادداشت کنید، هر QM تو هر تایم فریم مختلف، مثلا الان این 4 ساعت است، ما میخوایم یه QM بگیریم آقا. خب تو تایم فریم 4 ساعته اینجاست تاییدش، باید این بشکنه اینم شکسته باشه، بعد ما QM رو داریم. خب ولی تو هر تایم فریم QM تایید خاص خودشو داره. ممکنه تایم فریم های پایین اینجا باشه، این تو این ابعاد کوچیک، ممکنه بزرگترش مثلا اینجا باشه. خب پس QM تو هر تایم فریم خاصی یه تاییدیه خاص داره که گفتم وقتی شما میری تایم فریم پایین ترش سریعتر اون تایید رو به شما میده. الان میبینین دیگه من تقریبا مطمئنم اینجا یک QMه، خب مطمئنم اینجا یک استرانگ هایه، ولی خب اگه طبق این بگیرم هنوز نشکسته به سمت پایین، چنج آف کاراکتر نداره، ولی تو تایم فریم های پایین داده، اینو مطمئنم. پس با همین بایاس من اینجا سقف قوی در نظر میگیرم. خب بایاسمون به چه صورت؟ بایاسمون دوستان اینجا یه نگاه دیگه داشته باشم. این نکته خیلی خفن بود، اینجا رو قشنگ دقت کنید. خواستم بگم بایاس طبق عادت معمول من چارتو زوم اوت کردم ببینم این ساختار داخل یه ساختار دیگه ای هست. نگاه کنید خیلی نکته قشنگی بود. اینجا سقف 4 ساعته رو مشاهده میکنیم. گفتم توی قسمت قدیمی استرانگ های و لو ممکنه مشترک بشن. یعنی چی؟ یعنی همزمان مثلا اینجا همزمان سقف 2 تا رنجه،
این چی؟ هم QM های و سقف قوی 4 ساعته است، رنج 4 ساعته، و هم با کف این به اشتراک گذاشته شده. اولویت با کدومه؟ خب ببین دیگه، لیت همه چی تکنیکی میشه، قشنگ تکنیکالش خیلی غلیظه. و این یعنی چی؟ نمیخوام پیچیدش کنم براتون. ببین نکته خیلی ساده است. اینجا یک رنج جداست، بله اینجا هم یک رنج جداست که با یک رنج بالاتر در اشتراکه و ساب رنج اون رنج بالاتره. بنابراین بایاس این چیه؟ اگه اینجوری حساب کنیم بگیم آقا QM لو اینجا داریم، پس یعنی رنج بولیشه، بیاد اینجا از بالا بشکنه که ممکنه، باز احتمال وقوعش هست. ولی خب طبق این مین رنجش، الان این ساب رنجه، طبق این ببینید QM هایی داریم اول و بعد QM لو. بایاس این رنج بریشه دوستان. یه دلیل دیگه هم دارم برای اینکه این رنج بریش باشه و اون چیه؟ دقیقاً ما سقفیم و نقدینگی های اینجا و سایکل نقدینگی اصلا اعمال نشده، تا اینجا اومده اصلا. پس بایاس بیشتر به سمت نزوله. حالا ممکنه اصلا یه کندل خیلی فکر کنم بهش میگفتم وکتور کندل توی یک منتورشیپ لیتی، یه وکتور کندل بزنه اصلا بالا، به قول کلاسیکارا اسپایک بشه، اصلا همه چی رو داغون کنه برام. ولی خب ادامه میدیم، هرچند تو این گرما زیاد چیز نیست این اتفاق بیفته. خلاصه ببینیم چی میشه. خب گفتم این رنج بایاسش نزوله، برخلاف چیزی که نشون میده. به خاطر این خب نزدیک آقا چیزه، اینجا خودش از ستاپه. خب ولی خب ببینیم چی میشه، پله پله بریم جلو. رنج 1 ساعت هم داریم. خب بریم تایم فریم خودم 15 دقیقه. من همه چی قشنگ دیگه بایاس رو برای شما مشخص کردم. آقا بایاسمون نزوله، یعنی ما انتظار داریم سل ها رو بیشتر بگیریم. و آقا میبینیم دیگه چقدر قشنگه. اینجا ببینیم رنجی تشکیل میشه برامون یا داریم یا قضیه چی. خب فعلا اینجا که یه اکیومولیشنه، احتمال داره فاز بعدیش یک دستکاری باشه و بعد یک توزیع. این سایکل AMD بود، ولی خب ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا هنوز این اکیومولیشن هست. خب اینجوری همینجوری رد نکنم تا اینجاشو ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب اینجا یک کف قوی داریم. بریم ببینیم مارکت چی کار میخواد بکنه. قشنگ من علائم نزول رو میبینم توی این تایم فریم پایین تر. خب ببین دوستان، این تقریبا یه نیمچه تاییدی برای من حساب میشه که آره داره میره پایین بازار. خب اینجا هم یک ممکنه یک رنجی تشکیل بده. ببینم یک کفی میسازه تا ما اینو رنج به حساب بیاریم. بله تو تایم فریم پایین تاییدشو داده قطعاً. و خب یه چنج آف کاراکتر میخوام. خب چنج آف کاراکتر هم داریم اینجا تو همین 15 دقیقه. دوستان ما یک تاییدی داریم از یک رنج. تایید به چه صورت؟ خب اینجا و گفتم توی هر تایم فریم میشه تایید گرفت، فقط با یک اختلاف زمانی. اینجا آقا سقف رنج 15 دقیقه ماست، با آبی مشخص میکنم 15 دقیقه رو. اینجا هم کفشه دیگه، قشنگ مشخصه. اینو زده رفته بالا، اینم زده چنج آف کاراکتر، تموم. الان شما میگیم باید حتما بیاد اینو بزنه. نه،
گفتم این بس فراکتاله، الان من بیام توی 1 دقیقه میتونم نشونتون بدم، ولی خب گفتم مبتدیه، من کلی اینو قضیه رو تکرار کردم. الان هر جو حساب کنی این یه رنجه. خب بریم ویدیوهای قدیمی رو ببینیم میفهمیم، متوجه میشی. خب اینجا اینم مشخص کنم. و خب الان اگه من بخوام تریدیو بزنم باید چک لیستم اعمال شده باشه، چک لیستم خط خورده باشه، تیک خورده باشه، روی چارت قشنگ عملی من ببینمش. خب و الان چیزی نداریم. من میبینم ایندوسمنت اول جمع شده یا نه. الان ایندوسمنتی به اصطلاح جمع نشده، هیچ نقدینگی، هیچ تله‌ای من نمیبینم برای اینکه بخوام سرخود یه چیزی باز کنم، با اینکه میدونم بازار نزوله، ولی خب ما طبق چک لیست خودمون پیش میریم. بریم ببینیم چی میشه. این ناحیه ممکنه خیلی از اسمارت مانی کارها این ناحیه رو یک ناحیه ریاکت خوب ببینن، ممکنه، نمیدونم، ببینم چه اتفاقی میفته. خب اینجا برای من ایندوسمنتی جمع نشد و خب چه جور ریاکتی داشتیم؟ اینجا یک گپ بوده اومده پایین، شکست رنجمون. اینو من پاک کنم، رنج شکست. ببینید حتی بالاترش نرفت. اگه من بخوام دلیل اینو توضیح بدم براتون، باید بریم سراغ درسای قدیمی. یعنی کدوما؟ ببینید دوستان، از کجا قیمت ریخته دقیقاً؟ 50% یه ذره رفته بالا، ولی دقیقاً ببینید تکنیکالش چقدر زیباست. دقیقاً پایین اون لاین 50% فیبوناچی برای ما بسته. یعنی یک قشنگ به قول کلاسیکارای پین بار، یک ریجکشن بلاک، نمیدونم، یک کندل فشاری قشنگی اینجا بهمون داده، قشنگ روی ناحیه 50% یا ایکوالیبریوم. خب به این صورت اینجا اونایی که مثلا به این اعتقاد دارن که از 50 دیگه مثلا اینجا میره بالا میریزه، اینجا میتونستن پوزیشن بگیرن، یا آی سی تی کارا روی ایکوالیبریوم بیشتر مثلا محوریت دارن. ولی خب من اینجا ستاپی نداشتم تا تریدش کنم براتون، هرچند اینجا دلیل منطقی داشت برای ریزش. خب و اینجا من یک حالتی میخوام که معمولا برام پیش میاد و توی بازار قابل تریده. خب دوستان اینجا رو ببینید، بیوس که بله بیوس به سمت پایین رو داریم تقریبا، ببینم میره بالا، تموم. اینجا کیو ام لو رو هم داریم. خب رنج جدیدمون تشکیل شد. این ناحیه، خب رنج جدیدمون رو ما داریم. انتظاری که ما خواهیم داشت از قیمت اینه که اینجا که من ایندوسمنت تایپ 1 من نمیبینم، اگه تایپ 2 بهم بده ایندوسمنتی که یعنی در حین این که داره حرکت میکنه تو لایف تشکیل میده، گول میزنه و بعد میره جمعش میکنه. اگه ایندوسمنت تی 2 من دیدم، با جمع شدنش چک لیست درستش میتونم وارد بشم. خب اینجا که تایپ 1 من نمیبینم، شاید تو 1 دقیقه باشه، ولی من 1 دقیقه رو دیگه من تایم فریم پایینم 15 دقیقه است. خب ببینیم چی میشه. شاید بهترم باشه. چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا شکست، بله قشنگ سویپ شد و خب
ببینید وقتی این اتفاق میفته لو منتقل میشه به اینجا. پس این استرانگ لو نبود، شکست. این برمیگرده دلایل تایم فریم پایین داره. اینو چنج آف کاراکتر کرده. اون تو دل تایم فریم های پایین یک رنج های تو در توی وجود داره، ولی ما دیگه اینو داریم دنبال میکنیم. و خب ببینم اگه این چنج آف کاراکتر بشه ما دیگه QM قوی حسابش میکنیم. بله خب پس رنج اینجا دیگه تایید میشه. اینجا رنج تایید میشه. اینجا نقدینگی جمع میکنه و نقدینگی سوینگی یا نقدینگی اینترنال قوی ما اینجا نداریم دوستان. اینو دقت داشته باشین. اینجا ممکنه همین الان قیمت شارژ شده باشه برای حرکات، برای اینکه برگرده. و خب بایاس این و نوع این رنجی که ما الان داخلشیم توی 15 دقیقه چیه؟ QM اول، QM دوم، بیریش. یعنی چی؟ یعنی من انتظار دارم بعد از اینکه این تاییدو گرفتم بره بالا به یه ناحیه اکستریم، یک نقدینگی خودشو قشنگ جمع کنه و من موجشو بگیرم. ببینیم چه اتفاقی میفته. ایندوسمنت، من دنبال جمع شدن ایندوسمنتم. خب بریم تایم فریم 1 دقیقه. حس میکنم این سه چیزا رو ممکنه اینجا از دست بدیم. خب تایم فریم 1 دقیقه، برگردم عقب ببینم ایندوسمنت تایپ 1 ما داریم. اصلا رنجمون کدوم بود؟ این همونی بود که شکست. و خب اینجا ممکنه داشته باشه این نقدینگی هم که همین الان جمع شده. لاین قیمت رو شما میتونید ملاحظه کنید، ولی اینجا ناحیه جالبیه به نظرم. و خب آشناس. اینجا یه اوردر بلاک خوب داریم، گپ داریم اینجا و بله اکستریم هم هست تقریبا. من انتظار دارم اینجا رو بگیره. خب ولی اینجا به نظرم خیلی ناحیه بالی میاد به نظرم. یعنی چی؟ از هوا حرف نمیزنم، اینجا پتانسیل خوبی برای ریزش داره. برم بالاتر، همین ناحیه رو یه نگاهی بندازم. اوه ببین دوستان، خیلی نکته خفنی بود. قضیه از چه قراره؟ توضیح دادم توی یکی از این ویدیوهای تکنیکال. ببین گفتم دیگه اون پیش نیازه قشنگ. اینجا گفتم وقتی همچین شکل و شمایل میبینید از بازار، از چارت، از کندلا، این چیه؟ این الان چیه من مارکش کردم؟ هیدن بیس. تو ویدیوهای پیو آی ها بود فکر کنم، پیداش میکنم اینجا میذارم براتون کدوم ویدیو. تو یکی از ویدیوهای پلیلیست تکنیکال من گفتم که این خودش یک پیو آی توی لیت که این شکلی توضیحش هم دادم چرا پیو آیه. میتونیم بریم اونو ببینی. خب این یک هیدن بیس، خیلی ها اینو نمیبینن، اسمش روشه دیگه، هیدن بیس. خب هم باید کم کم دیگه شما دستتون میاد، چیز سختی هم نیست دیگه. وقتی کندلا رو میبینید دقیقا همچین حالتی براشون پیش میاد، اینجوری با هم یه همپوشانی این مدلی داره، این میشه هیدن بیس. و خب واقعا جالب بود. من الان اینجا نقدینگی دارم، ایندوسمنت آیا مشخص نیست ولی نقدینگی با جمع شده. یک نگاهی بندازیم. نقدینگی های این سقف ها که جمع شده، خب پایین مونده و اینجا هم دیگه
رنجمون بریش، یعنی باید از اینجا باید دنبال ریزش باشیم. اینجا به نظر منطقی ترین ناحیه برای ریزش دوستان. اگه بالاتر بره ممکنه حق میدم، خب ممکنه کارم نکنه این هیدن بیس، ولی خب این خیلی منطقیه، این خیلی اکستریمه. گفتم توی قسمت پیو آی ها چی اکستریمه چی نه. هرچند این باید ریفاین بشه، من نمیخوام اینقدر استاپ لاس بذارم برای اینکه چیز بشه. هرچند خوبم از شما ایمنتر توی پوزیشن میمونیم. و خب آقا من میرم 1 دقیقه دنبال ورود میگردم. اینو واقعا یه ستاپ خوب دارم میبینم. بریم چیزش کنیم، ریفاینش کنیم. خب پیو آی تایم فریم 1 دقیقه شو ریفاین کنیم. پیو آی کوچیک‌تر در دل خودش. خب دوستان اینجا خب این ناحیه به نظر اوردر بلاک قوی میاد، هرچند یک میتیگیتی شده روش، ولی من گفتم تو قسمت پیو آی ها پارت دوم بود فکر کنم، گفتم مهمترین شرطش اینه که تو این حالت سقف کندل قبلی خودش رو زده باشه که این کارو کرده اینا و یک ریجکتی هم داشته. بنابراین من اینو یک ریجکشن بلاکی میبینم. زیاد لازم نیست این که چی بود اصطلاحش، اوور آنالیز یا همچین چیزی بود، بیش تحلیلی نکنید دوستان، این که کاملا همه چی از نظر فنی مولا درزش نه مارکت همش احتماله. من 2 ساعت الان شاید همین 1 ساعت دارم دنبال پوزیشن بگردم شاید استاپ بشه، چون گفتم تو ویدیو قبلی که راجع به چی بود صحبتی، راجع به لیت که یه گیم پلی قشنگم داره، گفتم آقا همه چی 60/40. شما توی بک تست هر سبکی رو بیای تست کنی، مثلا به 70 میرسه وین ریتت، به 80 میرسه، به اینا ببینید تو لایو بازار که کلی متغیر مختلف رو تغییر بازار نقش داره، همش برعکس میشه بازی و شما با 60 کار داری. نهایتا درست هست بزنی 60% امکان داره که حدس شما درست باشه. حرفای البروکسی نمیزنم و این حقیقت محضه. شما هر سبکی کار کنید نهایتا 60% تو بهترین حالتش نرخ برد توی لایو بازار بهت بده، نه بک تست. خب از من این انتظار اینو داشته باشین 1 ساعت دارم جزئی کار میکنم این اون بک تست بشه دیگه بخشی از ماجرا، شما همتون دیگه تو بازار موندین. خب پس من اینو ریفاین کردم. خراب شد. اینم یه اوردر بلاک خوبه، اینم یه گزینه است که دقیقاً اگه دقت کنید شروط خودشو داره. اینجا یه ایمبالانس کوچیک، یه گپی داره، اینجا هم باز گپ داره، قشنگ جنبش مشخصه. مشخصه. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینو تا ته مارک کنم. حالا اولین شرطمون ایندوسمنت دوستان. من به خاطر همین انقدر زوم آوت کردم، چون اینجاها دیگه برام مهم نیست چه اتفاقی داره میفته. من این هیدن بیس برام مهمه که احتمال وقوع خوبی بهم میده. خب اصلا اینجا این حرکت رو دیدم خیلی جالب بود. ببینید گفتم تو ویدیوهای قبلی این تاچش نکرده. خیلی هاتون ممکنه اینجا بگین آقا جامون گذاشت، خب ولی گفتم ایندوسمنت T2 چجوری تشکیل میشه؟ فکر میکنی جا گذاشتتت بازار، نمیدونی این یه ساختار فیکه، یعنی از اینجا دیگه قرار بریزم، زیادم ریخته. خب فکر میکنی اینجا دیگه کار تمام اون ریخته. انتظار دارم
این گرفته بشه من به یکی از این ریفاینا برخورد داشته باشم. به خاطر همین روی این هیدن بیس تاکید دارم، چون خودم تست کردم تو بازار لایف کار کردم باش و نرخ برد خوبی داشته. پس بنابراین چک لیست من از اینجا آغاز میشه، ایندوسمنت تایپ 2. خب تا زمانی که این جمع نشه من اصلا ستاپی نخواهم داشت. ممکنه ویدیو هم طولانی بشه ولی مهم نیست. اینجوری رفت. خب نگاه کنید برخورد نکرده، ببینیم چی میشه. قابل توجه دوستان، همینجا شما با برخورد به هیدن بیس میتونید ورودو بزنید با استاپ لاس اینجا. خب چون دیگه پوزیشنتون ماژوره، تایم فریم بزرگتون یه ساعت است، تارگت زیاد بهتون میده. این ریفاینا میتونید برای بهینه سازی پوزیشنتون استفاده کنید که من ببینم چه اتفاقی اینجا الان میفته. خب اینجا یه حرکت خوب داشتیم، بکنم جاش گذاشتیم. ببینیم چه میشه. برگشت. حتی تاچ نشده بود به اختلاف یه پیپ. اینش قشنگه برای من لید. تاچ نشده بود حتی. خب ببینم آقا اینجا ریاکتشو داد. من نمیدونم اینجا بگیرم با استابلاس کل چیز یا وایسیم ریفاینمون تاچ بشه. ولی خب چک لیست اولمون خط زده شد اینجا. میتونه اینجا هم باشه ولی خب این خیلی تابلوتر بود. اینجا دیگه این دوسمنت ما گرفته شده. خب ببین دوستان، من همینجا اگه به این برسه من ورودمو میزنم. ریاکشنش هم مهمه که چجوری باش رفتار کنه، ولی خب یک پوزیشن شما دقیقاً این ناحیه این استاپ لاس چطوره. حالا ببینیم این لیمیت نیست، اشتباه نگیرین. من هنوز مثل فوروارد تست اینو روش گذاشتم ببینم چجوری خودش یه همچین کندلی من ببینم ورودمو میزنم. تازه چیزی که من بهش گفتم ایندوسمنت اینجا کلی باز نقدینگی جمع کرد بعدش. یعنی عملا اینجا اومده واکنش به ابتدای اون پیو آی ما، اون هیدن بیس ما داشته. خب اینجا خودش ایندوسمنت T2 بوده. یعنی چی؟ بسیاری مردم اینجا اگه اونایی که طبق این هیدن بیس کار کنن سفارششون رو میزنن بدون ریفاین با استابلاس اینجا، که هرچند اگه استابلاسشون اینجا باشه ممکنه تو پوزیشن بمونن اگه در جهت ما حرکت کنه، ولی اگه این اتفاق نیفته و استابلاس کوچیک باشه زده میشه. و هرچند من مطمئنم توی تایم فریم بالاتر ما این دوستمنت واضح تری داریم. خب اما در هر صورت قبل این که من پوزیشن رو بیام باز کنم دوستان، تاییدهای دیگه رو انجام بدم. یعنی چک لیست رو قشنگ بیام بررسی کنم. خب تایم 15 دقیقه رو میارم. تاییدمون چی بود؟ الان رنجه این مشخص باشه که وقتی قیمت بهش رسید بدونیم. خب یه فیبوناچی بندازم ببینم این ستاپ برای ما آیا پریمیوم حساب میشه برای فروش. همپوشانی رو شما دقت کن، همپوشانی این هیدن بیس با دقیقا ناحیه 78 فیبوناچی. پس من اینجوری بیشتر ترغیب میشم، یعنی کانفورمیشن بایاس من بیشتر سو میگیره، بیشتر چجوری بگم جهت میگیره به سمت این که آقا قراره از اینجا بریزه. و ستاپ هم دارم. ایندوسمنت کجا دیگه علنا چیز میشه؟ اینجاست، دقیقاً اینجاست. ایندوسمنت تایپ 2 اینجا اومده ریاکشن فیک
برخوردم داشته ولی رفته بالا، لیکوید کرده اینو ریخته پایین. از اینجا ایندوسمنت رو داریم، تایید پریمیوم رو داریم. امیدوارم ضایع نشیم بعد از اینکه پوزیشن رو گرفتیم یا بره استاپ بزنه. خب ببینیم چی میشه در هر صورت. اینو پاک کنم شلوغ نکنه داستانو. خب این معقول به نظر میاد. تارگت، من دیگه اینو واقعا ستاپ میبینم، تایید بیشتری نیاز ندارم. اوور آنالیز هم دیگه نمیخواد، فقط استاپ لاس. برای سیف بودنش میتونم اینجا رو انتخاب کنم و تارگت. میریم تایم فریم 15 دقیقه و از بالا میایم پایین که بدونیم قیمت میخواد به کجا بره. خب یه حدسایی بزنیم، یه بایاسی داشته باشه. ببین دوستان، در وهله اول تارگت اولمون اینه. خب یعنی چی؟ رنج بریشه، سایکل نقدینگی اجرا شده، اومده پایین، نقدینگی هایی داره اینجا، رفته جمع کرده، باید بیاد پایین، مال پایین هم جمع کنه. خب یعنی اینجا ما نقدینگی داریم دیگه. خب ریوارد این 7.76 اگه من با این استابلاسی که گذاشتم برای اینکه ایمن باشه ستاپمون. ولی خب اگه یادتون بیاد بریم یک ساعت هم بررسی کنیم ببینیم چه انتظاری باید داشته باشیم. گفتم 1 ساعته دوستان، الان این پوزیشن رو واقعا میخوام سنگ تموم بذارم براش. 1 ساعته گفتم تبعیت میکنه از این رنج، ساب رنج این یکیه که یعنی بریشه، یعنی باز شما میتونی تا اینجا بیاری تارگتتو. ممکن اکسترنال اینم بگیره چون این از این تبعیت میکنه، ساب رنج اینه و بریشه. حالت بعدی چیه؟ این رنج 4 ساعت است. 4 ساعته میتونه تا پایینا بیاد. ولی خب شما اگه میخواید باز تارگت بیشتر بذاری، این دیگه از این بیشتر نذار، چیزی فاصله نداره با این اکسترنال 1 ساعته. ولی خب الان از لحاظ تکنیکالیمون، سبکمون، این تارگت، این رنج اکسترنال 1 ساعته چیز منطقیه. چیز منطقیه واقعا. خب ریوار چند میده گفتم؟ دیگه بیشتر شد 15. اگه من اینو کم کنم استاپ لاس مثل بقیه اونایی که لیز کار میکنن یه ذره بذارم، ولی ما باید واقع بین باشیم. الان ممکنه از این 1 ساعت دارم حرف میزنم این بزنه بالا استاپ بشه و بریم سراغ پوزیشن بعدی. ولی خب من اینو ستاپ تمیزی میبینم و همچین چیزایی هم دیدم قبلا. پوزیشنشو باز کنی ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. خب 1% ریسک میکنم، تایپش مارکت. بله طبق حسابمون که اینجا بالانس زده $10,000 مال بک تست، $99 قاعدتا باید ضرر کنیم، یعنی 1% حساب باید ضرر کنیم. مدیریت سرمایه و پوزیشن سایزینگ خیلی مهمه دوستان، اینو راجبش حتما ویدیو میسازم. سودمون $1,581 چون چقدره؟ ریوارد 15 برابره. خب به صرفه است واقعا. شما میتونی تارگت های کوتاه‌تر هم بگیری مثل من خودم شخصا تارگت های بلند نمیگیرم، کلا من اسکالپرم خودم. اما بزنیم اینو، استاب لاس همه چی اوکیه، تی پی هم اینجاست دیگه. بله من اینو زوم اوت کنم زشت میشه، رصدش کنیم پوزیشنو ببینیم چه اتفاقی میفته. خب تا اینجا درست پیش میره. بعد من اینو وقتی که حرکت میکنه باز تحلیل میکنم ببینم او ببینید تا کجا رفت، ولی انگار داره برمیگرده.
یعنی ما باید اینجا ورود میزدیم. 50% فکر کنم. آره. اما خب من این چیزا رو میدونستم که اومدم و تارگت رو گذاشتم اینجا و ریواردمون رو کم کردم. خب اینجا ریزشش رو داریم. چه اتفاقی افتاده؟ این ساختار شکسته شده، قشنگ داره میره اینا رو جمع کنه. به نظر من، نمیدونم، احتمال داره این هم یک نقدینگی ترند لاینه، به احتمال زیاد اینو جمع میکنه چون دیگه صد راهشه. خب تا اینجا خوب جمع میکنه. نظرتون چیه اینو یکم سریع‌تر بزنم؟ خب صبوری خیلی مهمه توی این تایپ معاملات، به خاطر همینه من نمیبینید از اینا بگیرم یا خودم این مدلی کار نمیکنم. هرچند کار اوه خیلی رفت دیگه. چقدر بود تارگتمون؟ تارگت واقعا بلند مدتیه، ولی از لحاظ تکنیکالی و چیزایی که ما تئوری یاد گرفتیم معقوله. خب من میام 15 دقیقه دیگه رصدش میکنم دیگه. تارگتمون رو این گذاشتیم، گفتم هدف اینه الگوریتم رو نشونتون بدم و به اصطلاح نقدینگی چجوری عمل میکنه. الان این نقدینگی منطقیه که اینجوری جمع بشه. این یکی. خب من اینو بزرگش کنم، زوم کنیم بهتر ببینیم. اوه فقط شما دقت کنید گپو. این گپ چی بود؟ گپ فکر کنم باز شدن بود. این که خب ببینیم چه اتفاقی میفته. دقت کنید قشنگ. اینا ما بایاسش رو یکی اومدم یه ساعت حرف زدم، گفتم چرا این رنج قراره بریش باشه، این رنج از این تبعیت میکنه، تایم فریم بالا اون چیه. از بالا اومدم به پایین، اینو الکی مثلا نیومدم بگم او چرا رندوم و قشنگ ریخت. هرچند رندومنسی هم در کاره، ولی ما طبق قوانین و متد و تئوری لیت رفتیم جلو. خب که الان نزدیک تارگت، اگه زایمون نکنه. یه ساعت حرف زدم. خب برو ببینم میزنه. ببین اینجا تا اینجا اومده خیلی ها میبندن. من خودم حقیقتا تو بازار لایو ازم میبندم اینو. اصلا صبوریم انقدر قد نمیده برای یه پوزیشن. ببینی حتی رفت بالاتر. قاعدتا تکنیکالی ما باید رد کنیم تیپیو. داره میاد پایین. ست. پس دلیل ها رو من یه ساعت توضیح دادم قبل از اینکه پوزیشن رو بگیرم. خب ریوارد چند؟ 15.8. چه اتفاقی افتاد؟ مرور کنیم بعد ببندیم. دوستان رنج 4 ساعتمون سعودی بود، این اوکی. خب اما آخرین کیومی که زد سقف قوی بود که یعنی این تأثیر رو روی رنج های ساب رنجاش و رنج های داخلی ترش توی تایم فریم های پایین تر میذاره که به سمت پایین برن. چرا؟ اینجا کلی نقدینگی داره. منطقیه؟ خب اینجا رنج 1 ساعتمون بود که گفتم برای اینکه از این تبعیت میکنه نزولی میشه دیگه، این قاعده روش انجام نمیشه که QM اولش لوه و قراره بیاد اینجا بره بالا بشکنه. هرچند ممکن بود، هست در ادامه مارکت هم، ولی چیزی که ما دیدیم این بود قشنگ. خب اینجا رنجای داخلی اومدیم ترید کردیم، یک رنجی داشتیم اینجا، اکوالیبریوم رسید، ناحیه 50% رنج رو پر کرد، قشنگ ریخت. خب اینجا باز ما رنج جدیدمون رو داشتیم، چنج آف کاراکتراش رو داشتیم، باز اومد نقدینگی جمع کرد پله پله تا کجا؟ ایندوسمنت تایپ 2 شو اینجا گرفت،
هر من اینجا رو مارک کردم. ببین کلا تایپ 2 گرفتنش یه ذره سخته و کلا سخت‌تر از تایپ 1. تایپ 1 تشکیل شده قبلا، میتونی مارکش کنی و مشخص کاره، ولی تایپ 2 ممکنه 10 بار تو اونو در نظر بگیری و 10 بار بشکنه تا بالاخره اون اصلیه رو پیدا کنی، چون تایپ 2 سخت‌تر تشخیصش و بیشتر اون ماهیت تله رو داره. ولی خب بعضی وقتا مارکت خوانا بهت میده، ولی خب اینجایی که بود واقعا من نتونستم پیداش کنم و اینجا رو به خاطر این واکنش فیک اومدم اینجا رو در نظر گرفتم و تا اونجایی که من دیدم بازارو این حق بود و واقعی بود و درست بود. ولی وقتی به اینجا رسید پر کرد دیگه، من گفتم آقا تا اینجا رسید هرچند نیازی نیست وروداتون اینقدر بینه باشه، همین که درست باشه استاپ نشین خودش عالیه. و من اینجا یه ذره رفت بالا رسید پایین و تقریبا درست بود پوزیشن. اینجا یه گپ بزرگ داشتیم، نقدینگی ترند لاین داشتیم، ما اینجا نقدینگی داشتیم. باز چرا سکندل داریم اینجا، یه سوینگ توی تایم فریم پایینتر. کلا منطق تکنیکالی پشتش رو من توضیح دادم و اینکه به تی پی ام نشست درصدی از احتمال، آمار احتمال و رندومنس قاطیشه. واقعا دیگه خسته شدم و هوام گرمه، تابستونی و هوا گرمه. دوست دارم ادامه بدم ولی به نظرم طولانی شد ویدیو. سوالی داشتیم، ابهامی داشتین، هر چیزی، کامنت ها منتظرتونم تا ویدیو بعدی. بدرود.